درود به رفیق، خیلی خوشحالم با اپیزود 2 اومدم پیشت. آقا حرف این اپیزود اینه که کلن از خرید طلا ناامید نباشید. الان توضیح میدم که چه طلاهایی رو میشه خرید. یه مسئله که هست اینه که این اپیزود رو یه لطفی کنید برای همه دوستاتون بفرستید، آشناها. داریم از صفر شروع میکنیم دیگه. عمو، پسرخاله، عمه، خاله، نمیدونم هر چی دارید، چیز تخصصی نیست. چرا؟ چون از تورم نجاتشون میده. این مسئله خیلی مسئله مهمیه رفقا و چیز تخصصی نیست که بخوایم بگیم که خب این اصطلاحو به کار میاریم، طرف باید بک‌گراند خاصی داشته باشه. نه اصلا. خیلی واضح از صفر توضیح میدیم چطوری بخریم، چیکار کنیم، چرا این نه چرا اون نه. حتی اونجایی که میریم رو چارت، طرف اگه منو همراهی کرد تا روی چارت که مشکل نداره، اگر همراهی هم نکرد بازم مشکله، چیزی از دست نداده. حداقل چیزی که تو این دوره به دست میاد اینه که آقا کی برم بخرم، کی نرم بخرم، کی بخرم که فقط با تورم روش نکنم، سودم بکنم و سرمایه‌مو بندازم جلو. ما توی ایران خیلی از افراد، خصوصا افراد اولد اسکول زیاد داریم، پدران، مادرها، خاله اولد اسکوله، بلکه تفکر فاجعه است، یعنی جز به باد رفتن چیزی نداره. پس ازتون میخوام این ویدیو رو برای همه ارسال کنید، اشکال نداره، ثوابم داره. ویدیوییه که خودم رایگان عمدن ساختمش که همه استفاده کنن، هیچ پیش شرطی هم نداره. استفاده کنید، لذتش رو ببرید. میلاد احمدی. خب چه طلاهایی ما میتونیم بخریم؟ ما سرمایه ها مثلا 500,000 تومنه، 1,000,000 تومنه، 2,000,000 تومنه. اصلا سرمایه‌مون، دخلمون به خرجمون باید بخوره. من نمیتونم برم سکه‌ای که الان در حال حاضر همین لحظه که من اینجا نشستم 49,000,000 تومنه بخرمش. خب نمیتونم حتی نیم بخرم، نمیتونم ربع بخرم. اصلا ربعم میگید ریسک داره، البته بعداً قراره بگم. نمیتونم اینا رو بخرم، چیکار کنم، چی بخرم؟ ببینید ما یه رنج وسیع از خرید طلا رو میتونیم داشته باشیم. اولین طلایی که در حال حاضر سراغش میریم، ببین الانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم سکه های 403 ضرب شدن و قراره توی بازار ارزشن. ربع سکه رو قیمت گذاری کردن، ربع سکه‌ای که ضرب کردن قیمت گذاری کردن قراره بدن تو بازار. در همین لحظه 36% حباب داره ربع سکه‌شون. خب وقتی اینجوریه، اگر سکه‌ای که 1403 هم دارن ضرب میکنن همچین حبابی داشته باشه، عملا قیمت سکه امامی 86 بیشتر از این به نظر من کاهش پیدا نمیکنه. حالا کاری ندارم، در حال حاضر ما 1403 رو نداریم، اما به زودی میاد، راجبش صحبت میکنم. الان سکه امامی 86 داریم به بالا، جدیدترین نوع سکه است. شما وقتی میخواید برید سکه امامی بخرید، پولتون میرسه که همچین کاری بکنید و به موقعش، به وقتش میخواید این کارو بکنید که بعدا دربارش صحبت میکنیم. نمیری به قول به طلا فروش بگی که یه سکه بده بریم. خب این کار اشتباهه. طلا فروش هم اونجا طرف تجربه نداره و اینا، ببریم براش کارمزد و یه 600-700 هزار تومان ازش کارمزد بگیریم، نمیدونه دیگه، میاد فکر کنم رفته میوه فروشی، یه سکه بده بریم. نه، شما وقتی طلا فروشی میرید باید بگید چی میخواید. اگر سکه میخواید، ما یک نوع سکه که نداریم که، حالا کاری به ربع و نیم و تمامش ندارم، اما میرید باید بگید من امامی 86 میخوام، امامی میخوام، امامی 86. الان که باید 86 هم بگید اگر سکه های 403 وارد بازار شدن. چرا؟ چون اونا هم امامی هست. خب باید بری بگی امامی 86 میخوام. اینو که میگی، اون طلا فروش میفهمی که نه، طرف بلده و کارمزدش هم معقول ازت میگیره. الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم، همین الان با سکه 49-50 میلیون تومانی، کارمزدی که الان دارن میگیرن یه چیز حدود 200,000 تومانه. ببین بیشتر از این ازتون کارمزد بگیرن روی یه سکه، دارن براتون میبرن و دارن ازتون زیاد میگیرن. شما رو تابلوشون قیمت رو نگاه میکنید، مثلا قیمت زده 49,100,000 تومان. اینا تا 40، البته قیمت خریدش رو زده، خرید برای کسی که میاد بخره، برای شما.
انقدر زده. اینا در اصل باید مثلا همون 49 میلیون و 100 هزار تومان رو به شما بفروشن، شما ازشون این قیمت بخرید، یا قیمت فروش خودشون باید 49 میلیون و 100 هزار تومان باشه. اینا باید همینو به شما بدن، ولی خب بازم میبرن. این تا 200 هزار تومان ببرن اشکال نداره، مثلا بده 49 میلیون و 300 هزار تومان اشکال. بیشتر ببره طرف داره دندون گردی میکنه در همین لحظه، در همین زمان. چرا؟ چون قیمت سکه تغییر میکنه، با قیمت سکه کارمزدش هم میتونه دستخوش تغییر بشه. چون معمولا حالا شما یه زمانی این کلیپ رو ببینید که قیمت سکه 70 میلیون تومانه، ممکنه که کارمزد شده باشه 350 هزار تومان. این چی میگم؟ آره. سکه امامی 86 رو داریم، سکه بهار آزادی رو داریم. سکه بهار آزادی حبابش از سکه امامی کمتره، قاعدتا قیمتش هم کمتره، شما میتونید بخرید، اما خب زیاد اختلاف قیمت سنگینی ندارن جفتشون. الان که دارم صحبت کنم سکه امامی 86 49 میلیون تومنه، اون فکر کنم 38 تومن، 37 خوردی، 38 اگه اشتباه نکنم، چک نکردم همین الان آپدیت، این حدود است، زیاد اختلاف قیمت نداره. خب بعد امامیا میان نیم میشن و ربع میشن، نیم سکه میشن و ربع سکه میشن. اوکی؟ نیم سکه امامی، ربع سکه امامی. درباره سایت هم با هم صحبت کنیم کجا میتونید قیمتش رو چک کنید، خیلی مهمه. اینا رو میتونید بخرید و پولتون رو خورد کنید، یا اگر پولتون خورده به این صورت وارد بشید. درباره ریسکاش صحبت خواهیم کرد، فقط میخوام بگم چه سکه‌هایی، چه طلاهایی میتونید بخرید. سکه بهار آزادی هم همینطوره، نیم داره، ربع داره، که البته دیگه زیاد خرید و فروش نمیشه، همون نیم و سکه‌شو خیلی خرید و فروش میکنن. حالا دوباره اینا هم اختلاف قیمتشون کمه، یعنی نیم این با نیم اون اختلاف قیمت خیلی سنگینی نداره، ولی فقط بدونید هست همچین آپشنی دارید که خرید انجام بدید. از اون طرف اینا کجا متفاوت میشن با هم تو حباب بعدن راجبش صحبت میکنیم، خیلی حرفا هست که بزنیم. از اون طرف شما سکه های پارسیان رو دارید. سکه های پارسیان برای سرمایه های کم خیلی خوبه. طرف مثلا خانوم خانه داره یا یه شغلی داره که حقوقش خیلی کمه، شغلی نیست که سیوینگش، ذخیره پولش اونقدر سنگین باشه، اشکالی نداره. شما میتونید سکه های پارسیان خریداری کنید. سکه های پارسیان انواع و اقسام دارن، 1 دهم داره، 2 دهم داره، 3 دهم داره، انواع و اقسام داره. اینا رو میتونید توی سایتی که بعدا معرفی میکنم قیمت هاشون رو ببینید. 1 دهم داره یا 2 دهم داره، اگه اشتباه نکنم 6 دهم و 8 دهم اگر اشتباه نکنم، و میتونید قیمتاشو با توجه به بودجهتون خرید انجام بدید. سکه های پارسیان الان چون خب قیمتاشون قاعدتا مناسب تره، بیشتر برای جشن و مشن و اینا میبرن، اما اشکالی نداره. اگر شما پولتون نمیرسه میتونه یکی از گزینه‌های خریدتون خرید سکه های پارسیان باشه. هیچ اشکال. چرا؟ چون اینا رو بعدا شما جمع میکنید، به عنوان طلا نگهداری کردید، نوسان طلا به اینا میخوره و بعد میتونید تبدیل کنید. یعنی مثلا چند تا سکه پارسیان دارید، تبدیلش کنید به ربع، تبدیلش کنید در زمان مناسب، تبدیلش کنید به نیم سکه. خب و میتونه خیلی خوب باشه، هیچ اشکالی هم نداره. درباره طلای فیزیکی از من میپرسن. ببینید شما میتونید طلای توی ایران، حتما طلایی که میخواید طلای ایرانی باشه. چرا این حرف میزنم؟ از جای معتبر باشه. طلای فیزیکی که میخواید بخرید، حالا یا نو یا دست دوم یا آب شده، اینا دوباره خودش میشه 3 نوع خرید: نو، دست دوم، آب شده. چون مهاجرایی که وارد ایران میشن، مهاجرای عزیزی که وارد ایران میشن، این حرف اصلا معنی بد بودن نمیده، نه، نوع طلایی که میارن عیارش متفاوته و بعدن شما رو اذیت میکنن، خیلی تو سر مالتون میزنن. حتما از جای معتبر طلای ایرانی بخرید. نو که حرفی توش نیست، برای دست دوم و آب شده اینا خیلی مورد مهمی هستن. شما طلای نو که میخواید بخرید یک اجرتی میدید، درباره‌اش صحبت میکنم، خیلی مهمه، یعنی سوپر مهمه، خیلی مهمه. این نکته به خصوص برای عزیزانی که حالا قدیمی تر هستن یا برای خانواده هایی که طلای فیزیکی میخوان و زیاد این اتفاق توشون میفته، خیلی موضوع مهمیه. فرق نمیکنه خانواده خود من، خانواده شما، و راجع به کارمزد و اینا با هم باید بشینیم مفصل صحبت کنیم. طلای دست دوم حتما باید جای معتبر تهیه بشه، درباره کارمزد اونم باید صحبت کنیم و اشکالی نداره. اگر جای معتبر با فاکتور بخرید هیچ اشکالی نداره. طلای آب شده یه ذره خطرناک‌تر میشه. ریسک طلای آب شده خیلی پایینه به خاطر حبابش که من پاورقی میگم، اینا رو توضیح میدم بعداً. خیلی ریسک پایین داره
به خاطر حبابش، اما ریسک بالایی داره به خاطر اینکه از کجا میخری. طلا یا آب شده یا تیکه شمش، چیز آب شده کلکثیفی به شما میدن. خب حتی شکل‌های مختلفی داره. طلا آب شده از جای معتبر با فاکتور باید بخرید، یعنی اشکال نداره طرف بخواد انقدر حالا 1% گرونم بهت بفروشه، هیچ اشکالی نداره، با فاکتور بخرید. چرا؟ چون این طلاها شماره انگ داره، شماره انگ شناسی داره، سریال انگ شناسی داره. شما به راحتی میتونید پیگیری کنید تو کدوم آزمایشگاه بوده این طلا آب شده، تو کدوم طلا سازی آب شده و شماره انگش رو ست کنید و ببینید که مثل شناسنامه‌اش مونه و شماره انگش این طلا چند عیاره و یه جورایی بهتون گفتم شناسنامه مونه. پس تو خریدش خیلی باید دقت کنید. کم ریسک ترین نوع طلاست، اما از لحاظ خرید یه ذره پر ریسکه و باید بهش دقت بکنید. این هم انواع طلای فیزیکی بود که شما میتونید بخرید. یک نوع خرید دیگه ما داریم، دو نوع خرید دیگه ما داریم. یک خرید طلا در بورس هست که راجبش صحبت میکنیم. دوباره تو خود بورس شما میتونید سکه رو بخرید، سکه طلا بخرید تو بورس کالا، یا میتونید که حالا من بدک نیست اما خب پیشنهادم نمیکنم، من سکه رو ترجیح میدم فیزیکی بخرم، یا میتونید صندوق طلا بخرید. صندوق‌های طلا صندوق‌هایی هستن که طلا ذخیره میکنن و حتی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری به موقعش طلاشون رو تبدیل میکنن برای اینکه سود بیشتری بسازن. یعنی مثلا بلدن کی بفروشن کی بخرن. از این لحاظ برای افرادی کم تجربه تر خیلی خوبه که تو این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنن و وقتی که عملکرد این صندوق‌ها خوبه، میدونن دقیقاً کی بخرن کی بفروشن، شما سهام این صندوق‌ها رو خریدید جای خوب. بعد مثلا می‌بینید طلا 20% رشد کرده، این صندوق سهمش مثلا 27% رشد کرده، 7% بیشتر از طلا رشد کرده. چرا؟ چون عملکردش خوب بوده. آقا طلا یه مسیر رو رفته بالا، این صندوق این مسیر رو نه تنها با طلا رفته بالا بلکه یه جاهای لازم بوده میفروخته، یه جاهای ارزان‌تر می‌خریده و میدونی یه جورایی ترید داشته تو طلا، نوسانگیری داشته و این باعث می‌شده که خب سودسازی این صندوق بیشتر باشه. قاعدتاً خریدار و فروشنده ها اینو میدونن و سهامش بیشتر رشد میکنه. این صندوق‌ها رو هم شما میتونید توی بورس بخرید و خیلی خوب هستن. یه نوع دیگه خرید طلا خرید سکه در حراج ها هست. حراج هایی که دولت برگزار میکنه برای کنترل قیمت سکه و حبابش و معمولا زیر قیمت میده، اما توی این حراج ها خیلی باید با تجربه باشید و همینجوری نرید شرکت کنید. مثل بورس کالا که مردم عادی میرفتن خودرو بخرن، بعد خودرویی که مثلا ارزش 500 میلیون تومانه رو 800 میلیون بابتش میداد میخرید، بخاطر اینکه تجربه نداره، فکر کرد چون تو بورس کالا عرضه میشه خیلی خوبه. حراج هم همینه، حراج سکه همینه، باید یه مشاور کنارتون باشه بهتون بگه رو چه قیمتی سکه رو بخرید. برای همین پیشنهاد میکنم اگه زیاد اکسپرت نیستی، زیاد با تجربه نیستی توی زمینه، حراج ها رو زیاد شرکت نکنید. ولی اگر اکسپرت هست یا یه مشاور کنارتون هست که میتونه همچین مشاوری بهتون بده توی حراج های دولت شرکت کنید، اتفاقا برعکس خیلی سودسازه. خب اینو حتما مد نظرتون قرار بدید. این چند راه خرید و فروش طلا بود، خوب دقت کنید بهش. میتونید نکته بر میتونید این ویدیو رو چند بار ببینید چون خیلی قراره با راجبشون صحبت کنیم. بعدا من میگم این سکه، بعدا من میگم صندوق طلا، برات سوال نباشه صندوق طلا چیه، چجوری بخریم. نه این تو بورس بود و اینا، همه اینا رو توضیح دادم. ویدیو رو بیش از این طولانیش نمی‌کنم، ویدیو خیلی مهمیه برای همه. بفرست، نوش جون هر کی می‌بینه و استفاده می‌کنه. با اپیزودهای بعدی حسابی قراره بهتر کنیم. فکر می‌کنم اولین نفرم تو ایران همچین حرکتی زدم. دم من و شما با هم گرم. دوستتون دارم، موفق باشید، پرسود برقرار.